علیکم و رحمت الله و برکاته. مهمانای خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی صلی الله علیه و سلم، در جمعه گذشته وعده کرده بودم که با شما در باب یکی از مسئله های عقیدوی، این دیدن پروردگار در جنت و در روز قیامت برای بندگان مؤمن هست، صحبت کنم، زیرا که جمعه گذشته موضوع صحبت ما جنت و زیبایی های جنت و نعمت های جنت بود. اما باید بدانیم که از همه والاتر و از همه قیمتترین نعمت برای بندگان مؤمن و موحد این دیدن جمال معشوق است، دیدن جمال پروردگار است. بنابر اگر چی وقت برای ما این گنجایشی وسیع ندارد، زیرا که من میخواهم در دوام صحبت اگر چی کم باشد در باب زکات فطر با شما صحبت کنم. به هر حال به قدر گنجایش آن قدر علمی که دانشی که دارم با شما عزیزان در باب رویا صحبت میکنم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خدایا ما را از خواب غافلانه بیدار کرد و ما را در دعای بندگان عاشق شب زنده دارد شریک گردان و ما را از شفاعت پیغمبر بزرگوار در روز قیامت با نصیب گردان و ما را از جمله وارثان جنت الفردوس گردان و از دیدن جمالی به مثل مانندت خدایا این چشمهای پرگناه ما را سیراب گردان. آمین. آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة. للذين أحسنوا الحسنى
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظیم. این آیه که تلاوت کردیم از سوره مبارکه یونس و در این آیه پروردگار بندگان خدا دعوت میکند به سوی بهشت. بعضی مفسرین کرام مراد از صراط مستقیم قرآن تفسیر کردند. پروردگار دعوت میکند بندگان خود را به پیروی کردن از قرآن. بعضی از مفسرین کرام مراد از صراط مستقیم دین اسلام تفسیر کردند. پروردگار دعوت میکند بندگان خود را به پیروی کردن از دین اسلام. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و پروردگار هدایت میکند هر کسی را که میخواهد از بندگان خود به سوی پیروی از قرآن و برای قبول کردن دین اسلام و برای پیروی کردن از سنت پیغمبر اسلام. آره عزیزان من، هدایت از جانب خداست. زیرا کسی را خدا هدایت کرد هیچ کس نمیتواند او را از دین، از پیروی قرآن جدا گرداند. اما کسی را که خدا گمراه کرد، کسی را که خدا در ازل نقش سیاه در تقدیر او قلم زده بود، با اندک وسوسه های شیطان های انسی و با اندک مایه دنیوی دین خودش از دست می‌دهد. شاعر میگوید آن را که تو رهبری کسی گم نکند، آن را که تو رهبری کسی گم نکند، آن را که تو گم کنی کسی رهبر نیست. دارالسلام عزیزان من بهشت است. دارالسلام همون سرای است که مکافات ایمان و عمل صالح پروردگار برای بندگانش آماده کرده است و تیار کرده است، که در جمعه گذشته کمی هم باشد با شما بیان کرده بودم زیبایی جنت را. حافظ بزرگوار میگوید مضمون این آیه مبارکه ده: تو را ز کنگره عرش میزنند و صفیر. ای بنده، ای انسان، هیچ خبر داری که از بالای عرش پروردگار تو را فریاد کرد ایستاده است، تو را خوانده ایستاده است به سوی جنت. تو را ز کنگره عرش میزنند و صفیر. ندانمد که در این دامگه چی افتاده است. برای چی؟ برای چی در این دنیایی که مانند دام است کدام چیز تو را مفتون کرد که در این دام گرفتار شدی و این ندای ملکوتی پروردگار مهربان تا قبول نداری؟ للذین احسنوا الحسنى و زیاده. و برای کسانی که در این دنیا ایمان آوردند
و عمل صالح انجام دادن. الحسنى وهي الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. انس میگوید مردی از پیغمبر خدا پرسید که یا رسول الله این آیه مبارکه را به ما تفسیر کنید. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، ما الحسنى و ما الزیاده؟ قال الحبیب محمد صلوات ربی و سلامه علیه: للذین احسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه ربهم الكريم جل جلاله. رسول اکرم گفتند برای کسانی که خواه مرد و خواه زن، خواه جوان و خواه پیر، خواه تن صحت و خواه بیمار، خواه غلام و خواه آزاد، خواه فقیر و خواه ثروتمند، خواه بیهنر و خواه رئیس جمهور، اگر در این دنیا ایمانی به خدا بیارند و به موافق ایمان خود عمل کنند، 5 وقت نمازشان خوانند، روزی ماه مبارک رمضان به پاکی دارند و زکات مال از ذمه خود ادا کنند و حج که یکی از رکنهای اسلام است در وقت مناسب از گردن ساقط کنند و حتما از حرامهای خدا خودشان نگه دارند، عرق ننوشند، زنا نکنند، رباخوری نکنند، آدم کشی نکنند، و مقابل دین اسلام جنگ اعلان نکنند. مکافات اینها چیست؟ مکافات اینها چیست؟ الحسنى و هی الجنه. رسول اکرم بوده این بندگان خدا جزاشان، مکافاتشان نه مکافات نابلی، نه آردن سامانی، نه آردن صلح، بلکه جنت است. این اولین مکافات است. الحسنى و هی الجنه. بالا این باز مکافات دیگری هم هست. و زیادتون، حضرت فرمودن مراد از زیاده بعد از بهشت آمدن، بعد از صاحب قصرهای عالی بهشت شدن و بعد از هم آغوش شدن با خانمهای زیبای بهشتی، از همه عالی‌تر. خدایا همه ما و شما را به نصیب گرداند. این تماشا کردن جمال پروردگار است. تماشا کردن جمال به مثل مانند خالق آسمان و زمین است. تماشا کردن جمال آن خدایی که انسانی زیبا را آفرید که از تماشاش مفتون می شود. تماشا کردن جمال خالق است که آفریدگار است که یوسف آفرید و از تماشای حسن او زنها دستان خود کلته کردند. پروردگار است. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در عقاید خود که به نام فقه اکبر مشهور است و شاید شما اکثری طالب علم او خوانده، متن دارد در باب رویت. حضرت می‌فرمایند والله تعالی یرا فی الاخره بلا کیف. پروردگار دیده می شود در آخرت با این چشم، اما کیفیتی او به ما معلوم نیست. یعنی وقتی که حضرت در آخرت گفتن معلوم می شود که در این دنیا خدا را دیدن ممکن نیست. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. در این دنیا در بیداری با این چشم سر نمیتوانیم خدا را دید و نمیتواند کسی هم دید. حتی در دیدن پیغمبر بزرگوار که افضلین پیغمبر هاست اختلاف صحابگان است.
که آیا در شب معراج که رسول اکرم از قاب قوسین هم نزدیکتر به خدا شدند، خدای خود دیدن یا نه؟ که بحثین من در باب معراج با شما کرده بودم. اما در این دنیا هیچ کس نمیتواند خدا را بیند. در خواب دیدن پروردگار ممکن هست در این دنیا. آره عزیزان من ممکن هست. زیرا که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگن رأیت ربی فی المنام. حضرت فضیل ابن عیاض میگه پروردگار من در خواب دیدم. حضرت حسن بصری میگه رأیت ربی فی المنام فقلت له یا ربی اغفر ذنوبی. خدایا گناهی من گذار. فقال لي ربي يا عبدي إن أحسنت فيما بقي غفرت لك ما مضى وإن أسأت فيما بقي أخذتك بما مضى وبما بقي. حضرت حسن بصری میگن پروردگار در خواب دیدم، گفتم خدایا گناهی من گذار. پروردگار گفت ای بندی من، اگر از این روز تا لحظه های آخر حیاتت خود اصلاح کنی، از گناه پرهیز کنی، من امروز گناه کم میگذارم، گناه های پیش از این کم میگذارم. اما بعد از امروز بعد از توبه کردن باز گناه کنی، باز نافرمانی کنی، گناه های پیشینت هم عذابت میکنم و بعد از این تا وقتی مربوطم برای گناه مؤاخذه میکنم. این از این عبارات معلوم میشه دیدن پروردگار در این دنیا برای دوستاش، برای کسانی که خدا این لیاقت به اونها داد، مانند اولیاء الله، مانند حضرت امام احمد حنبل که اکثر وقت پروردگار در خواب میدیدن. این ممکن است. اما آن چیزی که موضوع بحث ماست این دیدن پروردگار در بیداری است. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. این آیه مبارکه از سوره قیامت است. اثبات رؤیت میکند و دلالت میکند بر این که بندگان خدا بعد از درآمدن جنت پروردگار خودشان میبینند. که انشاءالله این منظره را الان بعد از فرصت من با شما بیان میسازم. للذین احسنوا الحسنى و زیاده. برای کسانی که در این دنیا ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن به هیچ دست مکافات و از همه بالاتر و زیباتر تماشای جمال پروردگار است. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه نشسته بودند، کدام از شاگرداشان آیه مبارکی سوره مطففین تلاوت کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حضرت آیت شنیدن گفتن لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. وقتی که پروردگار به بعض بندگانش غضب دارد مانند کافر و منافقا که از اونها جمال خودش پنهان می‌دارد، این آیت با مفهوم دلالت می‌کند.
و حتما مفهوم او این است، مخالفش این که حتما پروردگار بندگانی که در این دنیا او را دوست داشتن و به امر او موافق عمل کردن جمال او را میبینند. دل علی ان قوما یرونه بالرضا، یعنی هر بنده که خدا از او خوشنود است حتما پروردگار جمالش میبیند. ثم قال، حضرت امام شافعی گفتند اما والله لو لم يوقن محمد بن ادریس انه یرى ربه في يوم المعاد لما عبده في الدنيا. شما آگاه باشید، گفتن قسم به خدا گفتن اگر محمد ابن ادریس باور نمی داشت که او در قیامت پروردگارش میبیند، اگر این عقیده رو او نمی داشت هرگز در این دنیا خدا را سجده نمی کرد. شافعی برای آن پروردگار شبها خواب نرفته عبادت میکند که باید باور داره جمال او رو میبیند. لما عبده فی الدنیا، این قول حضرت امام شافعی هم که صاحب مذهب است دلالت میکنه به دیدن پروردگار در جنت برای بندگان مومن. حضرت امام مالکی رو پرسیدند که یا امام پروردگار در جنت میبینیم؟ حضرت همین آیت خواندن کشم استشهاد. گفتند پروردگار وقتی که جمال خودش از بندگان سرکش و مخالفش پنهان می‌دارد، لما حجب، وقتی که پروردگار جمال خودش از تماشای کافر و منافق پنهان می‌دارد، دل على انه تجلى لاولیائه حتی یروه، دلالت میکنه که پروردگار تجلی میکنه با دوستای خود حتی اینکه دوستای او میبینن پروردگارشان. باز می آییم به حدیثی صحیحه که امام مسلم روایت کردن و راوی حدیث صهیب است. اگرچه در این مضمون احادیث بسیار در بخاری و مسلم آمده است که راوی های حدیث ابو هریره است، جریر ابن عبدالله و دیگران است که رسول اکرم گفتن انکم سترون ربکم عیانا، شما پروردگار خودتان میبینه آشکارا، روی خود چگونه که شخصی رو میبینه. اما اینجا من در نظر ندارم مقابله که ما با شما هستیم، برای که کیفیت به خدا معلوم است. صحیح میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل اهل الجنة الجنة، وقتی که بهشتی ها بعد از حساب و کتاب قیامت، بعد از گرفتن اجازت نامه به سوی بهشت رهسپار می شود و دروازه های بهشت برای اونها کشاده می شود و خازن های بهشت اونها را استقبال و پیشواز می گیرند و هر کدام به قصرهای مخصوص خود داخل می شود و براحت و تنعم مشغول می شوند. شاید در این چند وقتی گذرم ناگهان پروردگار ندای به اهل بهشت کرده است. قال الله تعالى لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم.
پروردگار میگه ای بندگانی من، شما در راحت مشغوله، آیا میخواهید از این زائدتر برای شما من نعمت عطا فرمایم؟ از این زائدتر راحت باز میخواهید؟ اهل بهشت از این سوال پروردگار حیران میشوند. عزیزان من، برای کسی که 2000 ساله را مراد پادشاه باشد، کمترین اهل جنت 2000 ساله مراد پادشاه است. این حدیث رسول اکرم است. عبدالله ابن عمر میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ادنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة. کمترین اهل بهشت 2000 ساله را مساحت پادشاهی داره، حکومت داره. کمترین اهل بهشت، کمترین اهل بهشت کیست؟ همون آدم است که از همه آخر از دوزخ میبرد، ذره ایمان در دلش بود، از همه آخر از دوزخ میبرد. 2000 سال مراد پادشاه است. و اکرمهم علی الله، اما از همه بهشتیه که به خدا نزدیکتر است چیست؟ من ینظر فی وجه ربه عشیة بکرة و عشیة، کسی است که هر روز پروردگار خود 2 بار جمالش میبیند، سحرگاه ها و شامگاه ها، هر روز 2 بار جمال پروردگار. حدیث امام ترمذی است. آدمی که 2000 سالی نراد پادشاهی دارد و تمام اسباب معیشت راحت برای وی مهیا، قصرهای زیبا، فرشهای ملایم رنگارنگ، تختهای ملایم، انواع خوراکی ها و نوشابه ها و لباس ها که نه چشم کسی دید است و نه گوش کسی شنیده است صفت اینها را. وقتی که از پروردگار این سوال شنیدن حیران شدم. پروردگار گفت بندگانی من میخواهی من به شما چیز باز زایدتر دیم؟ بهشتی‌ها چه میگویند؟ قالوا یا ربنا الم تبیض وجوهنا و تدخلنا الجنه و تنجنا من النار. خدایا آخر رویهای ما را سفید نکردی؟ آخر ما را تو از شرمندگی روز قیامت نجات ندادی؟ ما را بهشت ندر آوردی؟ خدایا ما را از دوزخ خود خلاص نکردی؟ آره خلاص کردی. ما را در این بهشت پرناز و نعمت جای دادی، باز دیگر چی خواهیم؟ حضرت مولوی هم امین حدیث رسول اکرم به نظم ادرارات میگوید که بودیم چون گدا در رنج دنیا، که بودیم چون گدا در رنج دنیا، عطا کردی سلطانی عقبا. آخر ما گدا بودیم، ما خار بودیم، این پادشاهی رو به ما دادی. که بودیم چون گدا در رنج دنیا، عطا کردی و سلطانی عقبا. بروی تخت جنت پادشاه، بروی تخت جنت پادشاه، زیاد از این ز تو دیگر چی خواهیم؟ الله. در روایت طبرانی آمده بود از پروردگار با ذوق از این جواب بندگانش تبسم میکرده است و به جبرائیل همین میگفت از این بندگان من
بیادشان رسان یک آرزوی در دنیا داشتن فراموش کردیم. روان از علماها پرسن اگرچه این روایت در صحیحین نامده است، حضرت مولوی هم اینو در نظم بعد حالش در آوردیم. از علماها روان پرسن، اینها در دنیا علماها رو پیرو بودن، اینها در دنیا علماها رو دوست می داشتن، به اونها محبت داشتن. روان از اونها پرسن، اینا یک آرزوی دیگری هم داشتن که او رو فراموش کردیم. ثانی وقتی که به اشتها از علماهای خود می پرسن که ما در دنیا یگان آرزوی دیگری هم داشتیم زایدتر از این چیزی که الان ما داریم. علماها می گفتن آره عزیزان من، مانند که در این دنیا هر کدام ما و شما احتیاج به علما داریم در دانستن احکام های شرعی و در تعلیم گرفتن احکام خدا، و روز قیامت هم احتیاج به علما میافتد. بنابر علماها رو دوست داره، خصوصا علماهایی که در علم خود با عمل هستند و برای اسلام جان سپار هستند. کاری کنی نسبت به اونها دلاتان در عداوت پیدا نشود. وقتی که نزد علما میرن میگفتن آره شما در دنیا یک آرزوی داشته و آن آرزو این بود که دیدن جمال پروردگار. آخر که یک عمر الله میگفتیم، آخر که یک عمر سحر یکا پیش از صبح دعا میکردیم اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك و الشوق الى لقائك. دعا میکردیم کجا شدی این آرزو؟ حضرت مولوی جنون هم به نظم درارت حضرت میگوید به دنیا دیدنی او آرزو بود، به دنیا دیدنی او آرزو بود، آمد شاک دل ها به رفو بود. به دنیا دیدنی او آرزو بود، دوام چاک دلها به رفو بود. بیاید شان جمالی جان فدایات، بیاید شان جمالی جان فدایات، همه آیند یک بار به فریاد. وقتی که جواب از علماء میشنن یک بار همه داد فریاد میکردیم خدایا به ما این عیش جنت بسار نیست، برای ما جمالت در کار. بیاید چون جمالی جان فزاید، همه آیند یک بار به فریاد. چه حاجت نیست ما را عیش بستان، بکن یا رب جمالی خود نماید. الله خدایا حق ما شما رو با حتی باشای جماعت که حاجت نیست ما را عیش بستان، بکن یا رب جمال خود نماید. فیکشف الحجاب فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. در این گفتگو بودیم پروردگار پرده ها را از چشم جنتی ها می کشاید. عزیزان من صحنه پیدا می شود، پرده های صحنه کشاده می شود، یک نور تمام جنت فرا میگیرد. حضرت جابر ابن عبدالله را حدیث است ابن ابی حاتم روایت میکنند بین اهل الجنت فی نعیمهم
إذ سطع نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى اطلع إليه. یا الله. ناگهان تمام جنت یک نور، یک روشنایی فرا میگیرد. اما نگاه میکنن سرای خود میبردارن و میبینن که پروردگار به مثل مانند به بندگانش نگاه دارد. وقال السلام علیکم یا اهل الجنه. پروردگار میگوید سلام بر شما ای بهشتی ها. و ذلک قول الله سلام قولا من رب رحیم. تفسیر سوره یاسین است. ابن کثیر مراجعه کنید خوشون بیرد. فینظرون الیه. بهشتی ها به سوی پروردگار خود نگاه میکنند و پروردگار به سوی بندگان خود نگاه میکند. عزیزان، آن خدایی که یک عمر الله گفته یک عمر در حاجتهای خود توجه به او کرده، یک عمر در عبادت خود الله اکبر گفته او رو پرستش کرده، یک عمر در حالت سختی و بیماری ها خدا گفته. این لحظه تماشای جمال اوست. سلام قولا من رب رحیم. فینظر الیهم و ینظرون الیه ولا یلتفتون الی شیء من النعیم ما دام ینظرون الیه. وقتی که جمال پروردگار میبینن همه از جمال زیبای او لال و محبوب میشوند. دیگر چیزی از نعمتهای بیشتی بیانشان نمیرسد. مانو شیدا به جمال پروردگار خود. الحمدلله. روایت بیهقی است. بهشتی ها سر به سجده میگذارند. پروردگار میگوید که بندگان من ارفعوا رؤوسکم لیس هنا وقت عبادت. بندگان من سرهاتان از سجده بردارید، دیگر وقت عبادت گذشت. شما آن عبادتی که مأمور به او بوده در دنیا انجام داده، فقط از تماشای جمال من و از این نعمتهای بهشت راحت کنید. خدایا همه ما عاشقان مدرسه محمدی را داخل جنت جاودان گردان. يغتنم الدعاء عند الرخاء. در وقتی نرمی دید، در وقتی عاقلی در دعا را خدمت دانه دعا اجابت می شود. پروردگارا به حرمت این لحظه های نازک و به حرمت عشق رختی بندگان عاشقان محمد اسلام در دنیا غالب کردن و کسانی که به مقابل اسلام عزیز ما سربالا کردن. خدای آنها را حلال کن. خدای عالم اسلام از دست این ابر قدرت ها خلاص کردن. خدایا بیت المقدس از دست دشمنان نجات ده و به اختیار موحد و بندگان عاشق سپاه. خدایا
بیرق لا اله الا الله را در تمام عالم جلوگر گردان. خدایا قانون قرآن را در تمام عالم حاکم گردان. آمین آمین آمین. جرير بن عبد الله میگوید حدیث امام مسلم است كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزد پیغمبر خدا نشسته بودیم و كان القمر فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر وكان القمر بدرا. جناب پیغمبر ماه نگاه کردند اما شب ماه شب 15 بود، این پره بود که گویا تمام مدینه مانند چراغ روشن بود. حضرت تماشای ماه کردند و گفتند انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر. شما گفتند ای عاشقان محمد، شما گفتند ای بندگان موحد، خدای خود میبینید، پروردگار خود هم میبینید ماننده که این ماه ریزیش داده. ببینید عزیزان، ما وقتی که ماه طلوع میکنه تمامی کره زمینه که به مقابل ماه هست همه ماه میبیند و این چنین ولله المثل الاعلی، پروردگارم در بهشت همه یک بار میبیند. حضرت برای ما و شما یک تعلیم دادن. حضرت چی گفتن؟ فإن استطعتم، در دوام حدیث حضرت گفتن لا تضامون فی رؤیته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. اگر شما جمال خدا را میخواهید ببینید، در این دنیا من با شما دو وظیفه میسپارم گفتن. یکی این است که همیشه نماز بامداد با جماعت خوانید و یکی این است که همیشه نماز عصر با جماعت خوانید. ثم تلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. این آیه مبارکه را سوره قاف تلاوت کرد. شاعر میگوید برای دیدنت یا رب چشمی دیگرم باید که این چشمی که من دارم جمالت را نمیشاید. آره از من این چشم ما چشم لایق جمال پروردگار نیست، این چشم مبدل به چشم دیگری میشه و این جسد مبدل به جسد دیگری میشود که پروردگار با جمالش میبینی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اقرب ساعت و من هشیار داده ایستاده که وقت نزدیک شد. چی میخواستم این منظر را این لحظه ها را ادامه دهم، اما شما عاشقان محمدی باز در پیش کارها دارید. بعضی شما من میدانم از راههای خیلی دور برای شنیدن و ادای نماز به این خانه خدا می آیید. بنابر من سخن در اینجا به پایان میرسانم و انشاءالله دعا را در آخر بعد از جواب گفتن مکتوب ها یک جایی میکنیم. شاید در بین شما انسانی هست که به خدا نزدیک است، شاید در بین شما کسی باشد که از ما دیده به خدا محبوب تر باشد و طفیل آه او دعای ما هم اجابت شود
صدقه فطر که یکی از رکنهای ماه مبارک رمضان است. انشاءالله من تفصیل اینه در روز عید با شما بیان میکنم. فقط اینقدر گفتنی هستم که دادن صدقه فطر واجب است و در مذهب ما و مذهب جمهور فرض است. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگویند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض زکات الفطر من رمضان ساعا من تمر او ساعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. پروردگار پیغمبر بزرگوارش امر کرد برای دادن صدقه فطر. بنابر رسول اکرم به ما و شما دادن صدقه فطر این زکات فطر واجب گردانیدند که 1 صاع از جو یا 1 صاع از خرما که امروز ما 1 سامانه اعلام کردیم، اگرچه اداره مفتیات 700 درم است یا 800 درم گفته است، برای هر یک فرد مسلمان، خواه غلام است، خواه آزاد، خواه کلان است، خواه خرد، خواه مرد است و خواه زن باید دهیم. در جمعه گذشته یک خواهش از من شده بود که درباره طفلکانی که در رحم مادر هستند آیا صدقه فطر دادن در کار است یا نه؟ عزیزان من، جمهور فقهای اسلام بر اینند که صدقه فطر واجب نیست بر جنین، یعنی در رحم مادر بودگی اگرچه ماهی نوش هم باشد باید صدقه فطر واجب نیست. اگر پیش از دمیدن صبح صادق از مادر تولد شود صدقه فطرش واجب است بر بالای پدر که تیاد 1 سوم، اما بعد از صبح دمیدن اگر اون طرف تولد شود باید صدقه فطر واجب نیست. بنابر هر فرد مسلمانی که شب عید پیش از صبح وفات میکند باید هم صدقه فطر واجب نیست، صدقه فطر ساقط میشود از او. یعنی هر یک فرد مسلمان باید صدقه فطر ادا کند. اکنون صدقه فطر برای کی میتیم؟ همه شما معلوم هستین، یعنی برای فقیر و محتاجان، برای آدم های کم بغل، یعنی برای هر کسی که میدانه قصددار است و محتاج یاری است، که امروز جامعه ما اکثر به این تا آدم ها پر است، اونها تیتان. بعد از دادن صدقه فطر سحری به سوی نمازگاه روید، بنابر پیش از دادن صدقه فطر نمازگاه نروید. یا حدیث رسول اکرم گفتند و من اداها قبل الصلاة فهي زکات مفروضة و من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. پیش از نماز عید اگر ادا کرده و صدقه فطر حساب است، اما بعد از اون نماز عید تهیه و صدقه فطر حساب نمیشد. این نزد جمهور است، اگرچه مذهب ما ولا تسقط این اخره دارد هم، لیکن به هر حال مقصد از حکمت از صدقه فطر واجبیت چیست عزیزان من؟ برای چی اسلام و پیروان خود صدقه فطر واجب گردانید؟ رسول اکرم این حکمت بیان کردند: فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث و طعمة للمساکین. 2 حکمت دارد. یکم حکمتش روزه که ما داشتیم و این روزه به سبب سخن دروغ گفتن، سخن بیهوده گفتن چرکین شد، به سبب دادن این صدقه فطر ما روزه های خود تازه میکنیم. یعنی صدقه فطر مانند حمام است که روزه داشتی ما را پاکیزه میکند، جلانت میکند، به پروردگار میسپارد. محبت دستی برداشتی مدرگان بیمارای اهل اسلام و خصوصا بیمارای این مدرسه محمدی را شفای کامل عنایت فرما و مسافرای ما را خدایا در کجایی که نباشند، چی در